امروز اومدم به 3 سوال مهم در مورد آقا محمد خان قاجار جواب بدم. اول اینکه آقا محمد خان قاجار کی بود، چرا آقا محمد خان قاجار رو اخته یا همون عقیم کردن و داستان درآوردن 20,000 جفت چشم از کرمانیات چیه. برای رسیدن به جواب این سوالات تا آخر این ویدیو با من همراهان چنل اولدیران و محمد ما بریم که داستان زندگی آقا محمد خان قاجار رو براتون تعریف کنم. آقا محمد خان قاجار اولین پادشاه قاجاری بود که در عصر حاکمیت کریم خان زند در دربار او زندگی میکرد. او بعد از رسیدن بر قدرت تهران را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. اگرچه آقا محمد خان فردی مریض و ضعیف بود، اما اقتدار و جنگاوری خودش را حفظ کرد و به امور مذهبی بسیار علاقه داشت. آقا محمد خان بعد از پدرش محمد حسن خان ریاست ایل قاجار را بر عهده داشت. مکان ایل قاجار در استراباد مازندران. محمد خان به عنوان گروگان ایل قاجار در دربار زندیه به سر می‌برد. او بعد از مرگ کریم خان به شمال رفت و ریاست ایل خود را در دست گرفت. او بعد از رسیدن به قدرت ابتدا گیلان را به تصرف درآورد و سپس تهران را به دلیل نزدیکی به استراباد به عنوان پایتخت انتخاب کرد. آقا محمد خان موفق شد که در سال 1209 هجری قمری سلسله زندیه را به کلی نابود کند و بعد از آن حکومت کرمان، فارس و یزد را به فتحعلی شاه سپرد و حاج ابراهیم خان کلانتر را به عنوان وزیر انتخاب کرد. او بعد از تشکیل حکومت به گرجستان لشکرکشی کرد و تفلیس را نیز به تصرف خود درآورد. بعد از آن حتی به خراسان هم حمله کرد و خراسان را نیز تحت سلطه خود درآورد. آقا محمد خان بعد از تصرف شهر شوش مدتی در کاخ در انجام وظایف خود کوتاهی کردند. شاه عصبانی شد و دستور اعدام آنها را صادر کرد. یکی از سرداران لشکر آقا محمد خان نزد شاه آمد و از او خواست به دلیل آنکه امشب شب جمعه است اعدام آنها را یک شب به شاه هم با درخواست او موافقت کرد، اما به جای آنکه آن 3 نفر را بازداشت کند اجازه داد تا آنها یک شب دیگه به کارهای عادیشان آزادانه ادامه بدهند. آنها نیز از ترس جانشان شبانه در بستر به او حمله کردند و او را به قتل رساندند. خب قبل از اینکه روایات اخته شدن محمد خان رو بهتون بگم، باید بگم که هیچ روایت قطعی برای چگونگی و دلیل اخته شدن محمد خان وجود نداره، زیرا پرداختن به این مسئله در آن دوره کاری زشت تلقی میشد و هیچ کاتبی حق نوشتن مطلبی در این باره نداشت. در یک روایت میگویند که در یکی از درگیری‌های پدر محمد خان با عادل شاه، او به اسارت عادل شاه درآمد. تمام کودکانی که در دربار عادل شاه رفت آمد داشتند در که او با بچه‌ها با تندی برخورد می‌کرد. روزی بیخبر وارد اتاق بچه‌ها شد، همه فرار کردند بجز کودک اسیر شده که در گوشه‌ای حالت مردانه به خود گرفته و سرکشی می‌کند. وقتی از او پرسید که تو چرا فرار نکردی، او گفت شاه‌ها که فرار نمی‌کنند. از او پرسید تو مگر کی هستی؟ گفت من فرزند محمد حسن خان و رئیس ایل قاجار هستم. وقتی این خبر به عادل شاه رسید، او از گستاخی پسر خشمگین شد و دستور اقیم کردن او را داد. در روایت بعد وقتی آقا محمد خان در جنگ با عادل شاه اسیر می‌شود به مرگ محکوم می‌شود، اما وقتی مادر او در دربار زند بسیار خواهش و التماس می‌کند که فرزند او را نکشند، کریم خان زند در مجازاتش تخفیف می‌دهد و به قطع کردن نسل او رضایت می‌دهد. به همین دلیل تا زنده بودن خود او را زیر اسم انگلیسی آقا محمد خان در جنگ با عادل شاه و در اثر زد و خورد با سربازان محمد خان سوادگوهی مجروح و اخته شده است و اقیم شدن او توسط شاه صورت نگرفت. تیلور تامسون در این باره میگوید شیخ علی خان زند که مانند سایر افراد زندی فردی زیبا بود، دختری داشت بسیار زیبا و آقا محمد خان عاشق دختر او شده بود. از آن که آقا محمد خان هم فردی نسبتا زیبا بود، دختر شیخ علی زند هم عاشق وی شده بود، اما بدون آنکه عقلی جاری شود محمد خان به دختر شیخ علی تجاوز کرده که این کار در آن دوره جنایتی نابخشودنی بود و دستور ممنوع کردن محمد خان را شیخ علی زند انرژی بدید و ویدئوهای خفن‌تری. بعد از تصرف بیشتر شهرهای ایران توسط محمد خان و قدرت گرفتن سلسله قاجاری، لطفعلی خان به کرمان فرار کرد و آقا محمد خان نیز شهر کرمان را محاصره کرد. بعد از محاصره تصمیم گرفت با توپ‌هایی که همراه خود دارد حصار شهر را بشکند، اما قسمت‌های پایینی دیوارهای شهر ضخیم‌تر از قسمت‌های بالایی بودند و او نتوانست این دیوارها را تخریب کند. پس تصمیم گرفت تا حفره‌ای حفر کند و نیروهای خود را زیر دیوار شهر برساند و با بارود دیوارهای شهر را تخریب کند. اما تعداد 100 نفر از سربازان لطفعلی خان خود را به حفره رساندند و با بارود آن تونل‌ها را نابود کردند و این نقشه هم بی‌ثمر ماند. و در طول تلاش‌های محمد خان هر روز مردم کرمان و بخصوص زنان کرمانی روی برج‌های بزرگ می‌رفتند و با اشعاری که می‌خواندند اقیم بودن این کار مردم عصبانیت و نفرت آقا محمد خان از مردم کرمان را چند محاصره تا جای پیش رفت که بیش از نیمی از مردم در اثر کمبود غذا و آذوقه به هلاکت رسیدند. در همین حین یکی از سرداران لطفعلی خان با آقا محمد خان توافق کرد که تعدادی از سربازان آقا محمد خان قاجار از دروازه‌ای که تحت حفاظت او بود دسته و باز کردن سایر دروازه‌ها راه ورود همه سپاهیان به شهر را هموار کردند. پس از سقوط شهر لطفعلی خان به بم فرار کرد
و آقا محمد خان هم پس از فتح شهر دستور داد بزرگترین جنایات تاریخ و شهر اتفاق بیفتد، یعنی در آوردن چشم‌های نزدیک به 20000 نفر. خب ازتون ممنونم که تا این ویدیو با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون بفرستین و نظرتون رو داخل کامنت ها بهم بگین و بگین که دوست دارین ویدیوهای بعدی راجع به چه موضوعی باشه. اگه همینجور مسائل رو دنبال میکنین پیشنهاد میکنم حتما کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا شما از اولین کسایی باشین که از ویدیوهای جدید من با خبر میشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.